شد؟ تو چی کار میکنی؟ در بیرون دور را بهانه کرده اکه چی کار سر کردی ها؟ شوهرت در دورو میبینی؟ چرا باید تو؟ تو زنی یک خدا من دیگری چی کار کنم؟ من همین رو کوشش میکنم و نمیفهمم. خدا جیبین یکانه امیدم تو هستی. خدا جیبان من یوری کن. همین زنک دیل ما گرفته نمیفورم دیگه قطعی زندگی کنم. برای چه؟ آخی نه یک خوراک نه یک طرز لباس پوشی نه یک افت نمود زندگی در جانم زد. یک بار باشه دو بار باشه. تو چی گیرم میکنی؟ خیلی باشه تیز بدق نشو چه زندگی هستاز؟ شکر شما هست مادر جان. بیایید خوش آمده. چشمونات اشک کالود چی تنجیمی؟ چی چرا گیرم میکنی دختر جون؟ نه من سوق سلامت هستم کو. من فقط پاسمانیش باشه. یک ساعت در روی میکنی من نماز خوندم. آدم نماز یک ساعت بخونه بخوابیده روزی دروز لغ کنه بسکسه یک دره در پیش در یک ساعت میستی تک 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 ای منیز استر بیشی من پما درست کنم میگه کی همه چیت خاک نیست زرک این آمده ای سرت من آمدن ای چیه؟ ای چیه؟ همین انگور را برای من میاری؟ مونده کی نمیخریم چلی انگور آوردگی ما کو این تام مونده نیست همین قدرش موندگی خب انگور آوردگی ما کجاشی آخه پسرتون خود نخواهم میگوده که همین قدر چیز بخوره هی قطعیت زندگی کردن در جانم زد دیل من گرفتی لعنت با اون روزه که خط ما ویله دار شدگی هم دفشت هیز یک بار باشه دو بار باشه تو چی گیرم میکنی؟ خیلی باشه تیز بدق نشو چه کی را زنگ زنم به پرموندن اوه یک خواهر داشت بباید زنگ زنم اصر جان الیا سلام جونی من سلام علیکم سازی جونی من خوبی سلامتی خوبه بزگاه جان ها در همی خونه مخی انا میزنه که ابلت در جانم زده یک روز نیست که من یک چیزی با مزه بخورم
یاری کن ای خدا جون با من یاری کن یا خدا امیدم کن یا جون من اصلا نیت رخم سازمه این چیزا من خیلی پیش انتظار دارم ما حتما میام ما انتظار دیدار شما دستای نازنین شما رو ما یاد کرده گیرم مایلش خوب جون ما میبوسمت خیر مایلش انا حاضر میرم تمام خرسندی و خوشبختی زندگی ما قطعی میگذرم من اصلا نیت سازمه کدام از ما پلیت را بگیرم تا خودت سازمه شد تماشا شما میرین؟ من خوراک میخورید تو انا جمع سیرم تو برختن ما چیکار داری؟ آخه گفتم من خوراک میخورم خوراک ای سرت لونا ما کار میرم من گفته شما رو در مول کرده گم بیارم یگان لباسی تو در ما دیگه در کار نیستی انا می کرتای دیروز داره با میپشون میرم کار فهمیدی؟ من یک دقیقه ایسته بگیرم شما اینو ناز میبینید کن سلام سرجان سلام پدرجان همه خوب است؟ همه تیج؟ همه سوز خوب این طرف نگاه کرده همه خوب است این بارها رو همه را زنید جابجا کنید مایله مایلش پدرجان همه بار رو قبول کردید؟ همه 100% قبول همه تیج همه سوز؟ اون کس نامد می؟ نه اون کس نامد بارا اومدن قبول اگر اون کس اومد با من زنگ زنید مایلش پدرجان شما اینجا رو بینید جابجا کنید من از پای دیگر کار میشم مایلش سرجان خواهید چیزی شد با من زنگ زنید مایلش در همی زندگی در همی اولاد کجا سوز میشن حالی ما با آدم سوز موننده چی شد با؟ همین زنک دیل ما گرفته نمیفورم دیگه قطعی زندگی کنم برای چی؟ آخی نه یک خوراک نه یک طرز لباس پوشی نه یک افت نمود خیلی همین ایسر تو پشت کم بودی کیفیت زندگی را نمیفهمم
موزیک نشانه موزیک شنیدم من خودم موزیک پیش میام دهندم مونده شدم ای روزه که شما رایگان بوم میکنم وقتم در شما زیاد شدیسم بچه جان تو چی شده؟ چی شده بچه جان؟ حاضر ساز میشه بچه جانی بازی ساز میشه بچه جانی بچه چی شده؟ حاضر ساز میشه بچه جان حاضر ساز میشه بچه جان جانی بازی دارو میخورم بچه جان ساز میشه بچه جان باروز رای بد بودی اینا نومش گیره گوشش کش همون همسر مای کیه اخی مردارش کجا دایی وقتی پیش من آمده نمیروش 4 میکنه که زنگ نزنم چی کنم بردارم خدا جان من چی کار کنم خدا جان چی کنم خدا جان من چی کار کنم بسیار با من رفته ایستایی خدا جان سخت در دور سرت بچه جان بیار بگو بریم عصبون ایران که نمی‌خوای بحث کنیم که جایی که خودت گاب نمی ای سر تو پورتیم تریش پول تو چه میکنی که جایی که معقول باشه برای شما میریم چه ندارم تینجای کو باردی چی گپه مزهشون نیست چه کرده اصلا هم باید که گروهاشون هم میگرفتم اجای کل منو نداده چه حالی؟ چه روشید مدارتی بیمون راست؟ تو چی با یک دهنگا با حالا میگو؟ اسکیلا کنیستم بخی سلامتی مادر شما با ما هم مهمه با پول مو در کار میشید باید تو را زنگ میزدی نمیدارم اسکیلا کنیستم بازی بود کدی کم بیوتا؟ نه اونی نگرفتم نمشون چند سی در کاره؟ الان 100 میاسه ما اینجا در 100 سومونه گیر از جا امروز مروه یکان جا نمیریم برا مادر تا تبابت کن انشالله که نه چید بعد یکان جا میریم گوشی استراحت بکنیم دم بگیریم نشه مالش خیر مالش تو بازی خیر مالش احتیاط کختا خوب الله هاجم چقدر ها سمورا گرفتم خیلی بدونی که با یک خواه یک خواه خلاص سمورشا میخواه نگرده زیرونه میره یکان جا دم گیریم خب بیا خواهی جانی من در اینجا جدا دارم در موبایل زنگ زده سه وقت جان خب مادر بهونه دیدار یار غنیمت کجایی در هاوینا میکنی؟ تو ما چی میخوایی؟ ها؟ بر اومدن مرا چه قشی در خونه؟ یک چند سوال برای چی ور من زنگ میزنی؟ آخه پیسرمون کسل شد یه بار بینه چی در تست دارد برای یک پسر بیمار شد شرط مرا زنگ زدن تو عقل نداری در تو اپتیکا نیستی او ممبری بخوامی بگیری آخر از شما اجازت نپرسیدم کو تو باید در زندگی ما فقط غم بتی تا میخوام یک گوده که روی میکردی اپتیکا یا دوره یا پوره سری قفته میگرفت میوار قطعی یک گوده که در زندگی ویش نمارا مونده میکنی امروز یک جون در میکنه پگه یک جون در میکنه کودکی خریده من زندگی قطعی شما بزار شدگی هم ایستاد من ایستاد نه بازی من زنگ زن تینجی باشد
Alo. Салом алейкум духтарҷон. Ассалом дадаҷон. Чӣ хел шумо? Нағз? Озод хаста менамояд духтарҷон. Тинҷими? Хаста гап зад истодаед. Нағз гап занед? Соз ҳама тинҷ? Хона тинҷ аст? Мо ҳам нағз дадаҷон соз. Дадай нис рафта. Кор барафта дадаҷон. Шумо чӣ хел? Модарам чӣ хел? Тинҷ ҳама бардам? Набере ман чӣ хел? Телефони аборте ҳамроаш суҳбат кунам? Мунис. Дадаҷон, ҳамча ба хоб аст. Хоб кард? Ҳозир хоб кард? Хайр майлаш, ташвиш наде. Мон хоб кунад набираи ман. Ҳамча ба хоб аст. Шумо хаста, овозат хаста менамед духтарҷон? Не, овозам ҳеҷ чиз нест дадаҷон. Ҳамча низ хоб аст, камтар. Ба шумо пазмон шудам. Ханда ҳамроҳи ман, ханда қади гап зан, ман хурсанд мешавам. Майлаш духтарҷон, майлаш. Ҳама хуб бошад майлаш. Майлаш дадаҷон. عزیزا زندگی به درجه مونده ایم کرده که این روزی که من قطعی گذارم حیات دونه میبرویم خرسندم بگم دود بزنم گم عزیزا قطعی تو خرسنده نخیر؟ ها بسیارم نقص خرسندی شما خرسندی مای این زنک ابله باز زنگ زده سای عزیزا جون بیا ما برام که چی کار کردی سه در جونی من زد نمیشود دیگه زندگی خطی کردن راحتی خطی دیگر عزیزا جون خرابه و تینج کنن ما پاگه میبینیم مایلا جونی من جای هر وقته وعده ای که امروز تو آخر نرسید فردا برسه مایلاش خیر رفتی شما را کی جز بود؟ آخه شما نبرداشتیم ما برای می رفتیم ما را کی جز داد؟ خیر جواد تو چی کار میکنی؟ در بیرون دارو را بهانه کرده حالا نگاه دارو را بهانه کرده چی کار میکنی؟ آخه برای بابای درک کشو بید همه کسالای کودک بیماره آخه من زنگ زدم یه بار تلفن دادم بینه من بسیار زدم من زنگ زدن تو بزار شدگی ها یک بار بودن کسر شما دو بار کسر تو دیده که شوهر دادو را دور بودن شوهر استفاده میبری ها؟ نه کودک کسالای آخه تو هم بودن در جون ما زده جب چه خونم بودن خونم زد همه دور آزد تای باید تردن وقت میگه سر کرده اکای تی کار سر کردی ها؟ شوهر تا در دور میبینه چند بار تو؟ تو زنی یک
بیزار شدم الله بابا که تو برای زندگی کردگی ها سلام علیکم. توجه بیا. علی پسر جان سوزی تینجی. سلامت سوز. کورو سوز زندگی سوز هم خراب زود. جون آدمی یکی به هتل. همین تا گذشتم گفتم به سر قدم خبر گیرم. سوز کرده شد. زنک. همین دخترچم در خوابم در اومد گفتم بیا ببینم کو چی بود چی مو ها. سوز همینجا در سوز است. سوز. شکر. که تابتون خیره نیست خوب است. پدر جون دختر جان چه شما؟ سلام پدر جون سوز دختر جان سوز. زندگی سوز هم ترا زور کن برو سوز. زندگی سوز. شکر شما ناز پدر جون بیاید خوش آمدید چشمونات اشک کلود چی تینجی می؟ چی چرا گیرم میکنی دختر جون؟ نه من سوخ سلامت هستم کو. من فقط پسمانیش باشم هیچی گم نماش میگذارم من اومدم من یک لحظه هم بایم رو گذاشتم خواستم شما رو سری قدم خبر گیرم دختر جون گیره نکنید دختر جون همش میگذارد همش سوز میشود اینجی همه سوز است اینجی دوانی گربالتون باشد گم نیست زنده باشید اوه بچه جانی من کلاش دست یک بزنی یا بیو یکی ای کلاش دست نگاه کنی این برای چی فهمیدی؟ این برای تو رفته یک مروزی خریده میخوریه؟ بسر جانی من کلاش دست کن جا سوز خوندنو چیه؟ همه سوز شعر رو از یاد کردی؟ رنگی باباش کرگری کلون میشم کرگری کلون کلون آمین پروردگار یک کرگری کلون شدی خداوند نگهبان باشه الله اکبر زنگا دویده یک خوراک تشکیل داماد در کنید دختر جون یک دقیقه من سری قدم آمدم من حاضر نهاری کردم بودم اینجا بیاشین من همراه یک صحبت کنم میرم او پدر جان چی خیلی میشه هیچ گم من همه چی خوردگی در خونه شما من یک احوال پرسی میکنم و همین دخترچه‌ام رو ببینم شما رو ببینم خرسند میشم این نوسام رو ببینم خرسند میشم برام آدم میرم باور کنید یاد کردم شما دختر جون دیگه سوز زندگی سوز گیره نکنید دختر جون شما همش میگذارد من میدونم که چند ماه اومدم برای شما زیق شده هیچ وقت گیره نکنید هیچ فقط خرسندی کنید خرسندی از همه چیز بی‌بهاست یک دیگر حرمت احترام کنید یک دیگر رو حرمت کنید احترام کنید هیچ وقت جنگ و جنجال نکنید جنگ و جنجال عاقبت ندارد بی برکتی در خاندان می شود فهمیدی بچه جان خود یک دیگر رو حرمت کنید احترام کنید برکت فیض و برکت در همین خانه می ریزد فهمیدی دختر جانی من زیق نشوید گریه نکنید من ساق سلامت هستم اگر یگان خدمت باشد من برای شما تیارم یگان خدمت باشد من خدمت میکنم برای شما هم تو هم فرزندی من هستی اینم فرزندی من است اینم فرزندی من است من میخوام که شما همیشه خرسند باشید از در که در اومدم چهره شما همیشه خرسند باشد در لبان شما خنده باشد من یک قبط گوشت در تنم میگیرم که شما خرسند هستید خداوند همه شما رو نگهبان باشد من کمتر وقتم تنگ است داماد عزیز مرا کسی انتظار است برای همین شما رو دیدم خرسند شدم خوشبخت شدم
انا انس جان من ای جان بیا بغل بابا بغل من بیا بغل بابا پسر جان من اینه کمونک شده اینه دستیاری ما میشد یک دعا برای همین انس جان خداوند پروردگار 18000 عالم صاحب علم و معرفت و دنیویش کنه پروردگار کلام شود صاحب وظیفه‌اش کنه پروردگار چی آرزوی هوسا داشته باشد به همه آرزو هوسا برسین پروردگار در خانه شما خرسندی خوشبختی باشد فیض ابرز و نقص بخیزون پروردگار همه شما رو به مراد و مقصود برسونه صاحب با یک فرزندک دیگر دخترچه صاحب جمال تو کنه پروردگار و چی آرزوهایی که داشته باشین پروردگار عملی گردد خدا اصل و جنگ و جدال در این خاندان نباشه الله اکبر خیر پسر جان من خیر دختر جان شما زیگ نشوید ان شاء الله نصیب من همراه مادرت میایم با ان شاء الله نصیب صحبت میکنیم انا این انس جان رو گرفته به خانه بید میداش یک روز بیتون خیر یک روز بیتون در سر خود نشینیم یک چپسا کنیم با خانه تو کم کم دیر میختم خبر نمیگیری هم برای چی بیتون خبر گیرید معلش خب معلش شما خیر بابا جان معلش من رفتم خیر انس جان زنده باشید به دختر جان بگو شما زنده باشید دختر جان اینجاست همه خوب است همه نقص همه سود همه نقص داده جان نه شما من روش شکم زنید اگم نه همه نقص داده جان انی خام داماد هم نمیدید نه داده جان راست نه من خوب داده جان من خوب خیر من دختر جان زیگ نشم مایلش من میایم خبر گیری چیزی شد با من گپ زد خوب داده مایلش خب خداوند نگهبانتون باشه خیر داماد مایلش خب خبر از جان مایلش خب خب کلام شبا چم با سلام گوید ما دا سلام بیا بیا با خونه بیا مایلش خب مایلش زنک میدونی چی؟ چی شد؟ خیزت من چرا شدید خیزت؟ هزاران بار بخشش من نفهمیدم که در زندگی یگانه نفری که همه وقت در فکر ما هستید تو و فرزند نازنینم هستید زنک جان هزاران بار شکر من نفهمیدم که در خونه فرشته بوده است اما من درک ندارم هزار رحمت با همه بودنتان شکر هیچگاه من دیگر شما را ترک نمیکنم از پیش شما ذره دور نمیرم با یگان دختر بیگانه عشق ورزی نمیکنم چون که از این روز از این لحظه اعتبارا همه خوشبختی زندگی ما تو هستی جان و جگری ما تو هستی هزار رحمت خدا را هزاران بار شکر که چون این زنی مهربانه نصیب من کرده است اگر نمی کنی گریان مکن مرا آباد اگر نمی کنی ویران مکن مرا آباد اگر نمی کنی ویران مکن مرا خوشبخت اگر